به نام هستیبخش درود بر شما دانشجویان و مهندسین عزیز مسیر مهندسی. در این فیلم آموزشی ابتدا با تعریف نیروگاه و انواع اون آشنا میشیم. سپس در خصوص جزئیات هر یک از انواع نیروگاه توضیحات بیشتری رو با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت. پس با ما همراه باشین. خب، نیروگاه به مجموعه تجهیزاتی گفته میشه که عموماً با استفاده از یک یا چند ژنراتور از تبدیل منابع انرژی مختلف به انرژی الکتریکی برق تولید میشه. بنابراین الکتریسیته یک منبع انرژی ثانویه محسوب میشه. بدین معنا که الکتریسیته از تبدیل منابع اولیه انرژی از جمله انرژی حاصل از زغال سنگ، گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی، انرژی باد و غیره استحصال میشه. در یک دسته‌بندی نیروگاه‌ها به دو دسته نیروگاه‌های با منابع انرژی تجدیدپذیر و یا منابع انرژی تجدیدناپذیر تقسیم میشن. نیروگاه بادی و نیروگاه خورشیدی از مثالهای خوب نیروگاه برق با منابع انرژی تجدیدپذیر میباشن و در نقطه مقابل اونها نیروگاه‌های حرارتی وجود دارن که در اونها از سوخت‌های فسیلی غیرقابل بازگشت برای تولید برق استفاده میشه. در یک نوع دسته‌بندی دیگه‌ای که ما در این مجموعه آموزشی تمامی نیروگاه‌ها رو در این دو دسته مورد بررسی قرار میدیم، نیروگاه‌ها به دو دسته نیروگاه‌های سنتی و نیروگاه‌های مدرن تقسیم بندی میشن. نیروگاه‌های سنتی که رایج‌ترین نیروگاه‌ها تاکنون بودند شامل انواع زیر هستند: نیروگاه‌های با سوخت فسیلی یا نیروگاه‌های حرارتی که بیشتر نیروگاه کشورمون از این نوع هستند و در این نیروگاه‌ها از سوخت‌های فسیلی مثل گاز، گازوئیل، مازوت و زغال سنگ برای تولید برق استفاده میشه. نیروگاه‌های اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر خودمون که از راکتور هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. نیروگاه‌های برقابی مثل نیروگاه زیبای سیاه‌پیشه در جاده چالوس که از انرژی پتانسیل آب در پشت سدها برای تولید برق استفاده میشه. نیروگاه موتور پیستونی مثل این نیروگاه در شهر سیرجان که عموماً این نوع نیروگاه‌ها در دو نوع موتور گازسوز و یا دیزل موجود و بهره برداری میشن. و اما نیروگاه‌های مدرن که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتن شامل انواع زیر هستند: نیروگاه بادی مثل نیروگاه بینالود و منجیل در کشور خودمون، نیروگاه خورشیدی که انرژی خورشید رو تبدیل به الکتریسیته می کنند، نیروگاه ژئوترمال مثل نیروگاه مشکینشهر در دامنه‌های سبلان در استان اردبیل که به دلیل وجود حرارت در نزدیکی سطح زمین از انرژی زمین گرمایی برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند. نیروگاه‌های جذر و مدی که از انرژی حاصل از جذر و مد دریا برای تولید برق استفاده میشه و مکانیزم بسیار جذابی داره که در درس‌های بعدی ارائه خواهیم کرد. نیروگاه‌های زباله‌سوز مثل نیروگاه زباله‌سوز نوشهر و یا نیروگاه ژانگشان در چین که با سوزوندن زباله‌های شهری برق تولید میشه. و سایر انواع نیروگاه که هنوز اقتصادی نشدن از جمله فیول سلز، اوشن پاور، بایوماس بیس پاور پلنت و بایوگاس پاور پلنت. قبل از اینکه به تشریح کلیات نیروگاه‌های ذکر شده بپردازیم، بیاین با هم دیگه مسیر تولید برق از ابتدای محل تولید تا نقطه تحویل به مصرف کننده ها رو مرور کنیم. اون چیزی که برق رو تولید میکنه ژنراتوری که انرژی مکانیکی دورانی رو با استفاده از سیستم تحریک به برق با سطح ولتاژ مشخصی تبدیل میکنه. برق تولیدی ژنراتور از طریق باستاکت به سوی ترانس استپاپ هدایت میشه و ولتاژ اون توسط ترانس استپاپ به ولتاژ بالا تبدیل میشه تا امکان انتقال اون به نقاط دوردست با حداقل تلفات مهیا بشه. انتقال برق توسط خطوط انتقال برق انجام میشه و در نزدیکی نقاط مصرف مثل شهرها برق با ولتاژ بالا وارد پست‌های برق شده و با پایین آوردن سطح ولتاژ در پست تبدیل به برق مورد نیاز شبکه توزیع میشه و وارد شبکه توزیع برق میشه که نهایتاً به مصرف کننده ها یعنی منازل، ادارات و کارخانجات و روشنایی معابر تحویل میشه. در ادامه جزئیات هر یک از انواع نیروگاه ها رو شرح خواهیم داد.